سلام مجدد، چطورید؟ خوبید؟ نکات قبلی چطور بود؟ خوب بود؟ این سری اومدم با یه موضوع دیگه. ما چجوری گزارش تبلیغات رو بتونیم از پیج های مختلف بگیریم؟ این هم مشکلات خیلی هاست که خب آقا من دارم هزینه میکنم، حق ندارم که ببینم پیج تو چجوریه؟ حق ندارم این هزینه‌ای که دادم تبلیغم ران شده رو ببینم که آیا چند درصدش موثر بوده؟ آیا اصلا پیج تو اومدن یا پیج تو نیومدن؟ چرا؟ حق داری. ولی متاسفانه اینستاگرام و بازار کثیفی که داره و یه سری آدمایی که خب به هر حال گهگاه غیر منطقی جلوه میدن خودشونو و باید تکنیک های ارتباطگیری موثر رو باشون بلد باشیم. من دانیالم و اینجا استودیو شویراد، مدیر خلاقیت و ایده پردازی تیم شویراد علی صادبافی هستم. اومدم یه سری نکته رو بهت بگم. این که ما تو تبلیغات چجوری بتونیم گزارش بگیریم. من عادت دارم به خود تون صحبت میکنم، سعی میکنم فقط برای شما یه خورده آرومتر صحبت بکنم که یه خورده حرف هام کاملتر و جامعتر به گوشتون برسه. ممنونم. قبلا صحبت کردم که اگر داری خوب میفروشی و تبلیغات نداری حتما سعی کن ارتباطه رو نگه داری با اون بلاگر یا پیج. یادته دیگه؟ آره یادته. الان همینو میگم، یعنی یکی از سرفصلام دوباره همینه. تو وقتی که ارتباطه رو نگه داری باعث میشه که با هم صمیمیتر بشید. وقتی صمیمیتر بشید، اگر تو درخواست بیشتری داشته باشی، احتمال اینکه قبول نکنه میاد پایین. پس موفق تری تو درخواست گزارش گیری. اوکی؟ سعی کنید اگر هم دفعه اولتون هست که میخواید تبلیغ بدید به اون پیج، باهاش جوری صحبت کنید که بقیه صحبت نمیکنن. همه، حالا آقای صادبافی قبلا اشاره کرد به این نکته، همه میگن که سلام، تعرفه، طلبکار مگه اینجوری صحبت میکنی؟ یا نمیدونم سلام من تبلیغات میخواستم، لطف کنید برام ارسال بکنید تعرفه و گزارش رو، ممنونم. نه، سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه، پیجتون خیلی عالیه، من حتما یک تبلیغات میخوام و کیف میکنم با محتواتون، خوشحال میشم که تعرفه رو بفرستید و از اون خوشحالتر میشم که اگر ممکنه و خودتون جایز میدونید برای من یک گزارش هم بفرستید. البته بذار اول جوابتو بده بعد درخواست گزارش بکن. وقتی که تو اجبار نمی‌کنی طرفو، اصلا ذات انسانی نه، وقتی که اجبار میشه دوست داره هی ممانعت داشته باشه، یک گارد داره. و وقتی که با خوبی باهاش صحبت می‌کنی و توی آنپاست نمیذاریش و میگی که هر جور خودت راحتی، خیلی خوب جواب میده. پس سعی بکن که خیلی خوب و متین و شمرده و با ادب باهاش صحبت کنی و اختیارم بهش بدی که اگر دوست داشتی بده، دوست نداشتی نده گزارش، تعرفتو بفرست. مرسی. این از سرفصل اول. سرفصل دوم، خب خیلی هستن دوست دارن که اصلا یه سری آدما هستن که تحلیلگرن دیگه و خیلی دوست دارن آمار ریز به ریز رو داشته باشن. این 1000 تومانی که من دارم میدم باید 3 نفر تبلیغ من رو ببینن که مثلا نیم نفرشون بیاد پیج. اینجوری هستن آدمای حسابگری هستن. اگر جز این دسته آدم ها هستید و پیج ها دارن مخالفت میکنن که به شما گزارش بدن و راهی نداری، بهترین کار اینه که با یک گسترده همکاری بکنی که معتبر باشه. چون گسترده تبلیغاتی داره روزا، مثلا خب ماها، من نوعی یا شما نوعی که یه پیج داریم، شاید مثلا به پیج X هر 4 ماه یه بار تبلیغ بدیم، ولی گسترده داره روزی 4 بار بهش تبلیغ میده. اینجوری هن با هم. پس من گسترده داره اگه بگم فلانی گزارش ازت میخوام، طرف درجا بهم میده، چون به نفع خودشه، چون نباید من رو از دست بده، چون تبلیغاتش میره پایین‌تر. پس اگر خیلی دنبال گزارشگیری اینجور داستانا هستید، حتما سعی بکنید که با یه گسترده کار بکنید که خیالتون هم راحت تره، هم از نظر حساب کتابی، هم از نظر اینکه گزارش چه جوری بوده. اگر گزارش اشتباه در بیاد یا تقلبی توش باشه، میتونید خیر اون گسترده داره رو بگیرید. این برای آدمایی که خیلی تحلیلگر و حسابگرن. گفتم که حالا بهتون بگم در جریان باشید. مورد بعدی، قبلش باید یه سری چیزا طی بشه. مثال دارم بهت میگم. من میام به پیج شما دایرکت میدم، سلام من تبلیغ میخوام، تعرفتون رو بفرستید.
خب باشه طرف رو میفرستی، باشه من میخوام مثلا استوری 24 ساعته تو اینم بنر من تاییده باشه شماره کارت بده. فقط یه چیزی، من بعد از تبلیغ گزارش میخوام، بهم میدی؟ نه نمیدم. خب پس ممنونم، حالا فکرام میکنم بهتون خبر میدم. آره گزارش میدم، مرسی. فیش واریزی. امیدوارم که تبلیغ خوب اجرا بشه. فهمیدی دارم بهتون چی میگم؟ یه راهش اینه که باش طی بکنید. من ممنونت میشم، اوکی تبلیغا میخوام ولی ممنونت میشم که گزارش بعدش هم بدی. طرف با کمال میل قبول میکنه چون بهش دستو نداریم، برمیگردیم به همون سرفصل اول. پس میتونی قبلش باش طی بکنی. اگر خب که قبول نکرد باز میل خودته، خواستی تبلیغ بده خواستی تبلیغ نده. اینم یکی از راههای دیگه بود که گفتم. و مورد بعد نمیدونم داستان چیه، خودم هم قبلا اینجوری بودم، خیلی هم اینجوری بودن، شاید شما هم اینجوری باشید که وقتی که میخوایم بریم تبلیغات، دیدی میریم لباس فروشی میخوایم تخفیف بگیریم، آقا من ندارم، مثلا دارم 4 میلیون لباس برند میگیرم مثال، ولی من ندارم، 2000 تومان به من تخفیف بده لطفا، از این 4 میلیون بکن 3,998,500 تومان، 1500 شو بنداز. اینجوری نداره بازی به از موقع در میاریم مایی که هستا، ولی خب مثال دارم بهتون میگم. بحث تبلیغات هم که ما میخوایم بریم همینه دقیقاً. یعنی چی؟ یعنی میخوایم پیام بدیم به پیج، یه جور صحبت میکنیم انگار کارمون گیر اونه. آره واقعا کارمون گیر اونه شاید، ولی ما نباید اینجوری رفتار بکنیم که اون بفهمه کارمون گیر اونه. ما باید حرفه‌ای رفتار بکنیم. نوع صحبتمون، نوع اصطلاحاتی که توی چت به کار میبریم، نوع تولید محتوامون باید بیانگر اون باشه، نوع بنرمون نشون میده که حرفه‌ای یا نه. اون ادمینه با بنر تو میفهمه تو این کاره یا نه، یعنی از تم میفهمه که این شات هزینه نکردی، حرفه‌ای نیستی بابا، یه بنر ساده زدی یا اینکه رفتی چیزا رو گرفتی فلان بیستار، یا یه خلاقیتی داشتی بابتش. ادمینه میفهمه. خب وقتی که تو خودتو حرفه‌ای جلوه بدی، خب میگه این درک داره از اینستاگرام، گزارشو بهش میدم، اگرم 1% بازدهی نگیره پاپیچ من نمیشه، بیا عزیزم این گزارش. ولی وقتی که خودتو ناشی جلوه بدی، میگه وای این گزارشو بفرستم فلان اتفاق بیفته، دهن منو سرویس میکنم، یعنی نمیخوام اصلا تبلیغات انجام، گزارش که نمیدم هیچ، تبلیغاتم انجام نمیدم. پس حرفه‌ای باشید. چجوری؟ نوع ادبیاتتون، نوع صحبتتون، نوع بنرتون بیانگر اینه که شما حرفه‌ای هستید یا نه. بایو نویسی پیجتون، پروفایل پیجتون، پست‌ها، تولید محتوا، همه ویترینتون نشون میده که آیا شما حرفه‌ای هستید یا نه. لطفاً این مورد رعایت بکنید اگر گزارش میخواید بگیرید. یکی از عواملیه که خب خیلی تاثیرگذاره. و یه مورد دیگه میخوام بهتون بگم، صحبت شده قبلا که خب سعی کنید تخفیف نگیرید از پیج هایی که تبلیغتون رو میزنن، به خاطر اینکه اجازه میدن. من دوباره حالا اینو میگم، شاید ربطی نداشته باشه به این موضوع، ولی خب خالی از لطف نیست که بگم چون میتونه مفید باشه براتون. من میخوام به پیج شما تبلیغ بدم، اینم بنر منه، بنر رو میفرستم، تایید میکنید، 800,000 تومان تعرفش. میتونم 700 بزنم؟ نه بذارم دیگه، نه 730 بزنم. باشه اذیتمون کردی، بزن 730 میزنم، 720 مثلا میزنم. تبلیغ منو میخواید شما بذارید، خب این که تخفیف گرفته، بذار این بنر هم بندازم کنارش، نیم ساعت بعدش آپلود کنم دیگه، و باعث میشه تبلیغی که 800,000 تومان میارزه، حالا من 720,000 تومان دادم بابتش، ارزشش بشه 200,000 تومان، چون فیدبک من میترکه 1/4 میاد پایین، 1/4 میشه فیدبک من. درخواست تخفیف نکنید، چون تخفیف داده به شما اجازه میده هر کاری که خواستو بکنه. میگه این تعرفه من بوده، این اجرا نکرده، خب منم به اون قولی که تعهدی که دادم اجرا نمیکنم. شاید کار اشتباهی باشه ولی خب وجدانش رو قانع میکنه که این کارو بکنه. البته منظور من با همه پیج ها نیستا، عده کمی حالا شاید این کارو بکنن، و خب چون من تجربه داشتم با پیج عمومی بزرگی کار کردم که میلیونین، خود ادمیناشون به من گفتن دانیال اگر خودت خواستی حالا تبلیغات انجام بدی مجدد، حالا برای یه تک پیج یا گسترده هر جوری که هست، سعی کن تخفیف نگیری، چون این تو مارکت هست و ممکنه که همچین اتفاق بیفته. این حرفیه که خود صاحب پیج‌های بزرگ دارن میزنن، یعنی من به نوعی واسطه این حرف شدم. امیدوارم که داستانی برای من نشه، منو ببخشید بچه‌ها که دارید میبینید اگر پیج بزرگ دارید. خب برگردیم به موضوع اصلیمون. داشتم میگفتم
تخفیف نگیرید. یکی از کارهایی که شما رو حرفه‌ای نشون میده که خب تو سرفصل قبل در رابطه با اون صحبت کردیم اینه که خب رفتار حرفه‌ای داشته باشیم. یه گزینه‌اش اینه که تخفیف نگیریم. وقتی که تخفیف نگیری اول میگه اوهو چه با پرستیژ، چه جنتلمن و حتما چیزی سرش میشه یا خب وضعش خوبه. اگه وضعش خوبه بشه احترام بذارم که متاسفانه تو جامعه ما هست، حالا چه زیاد چه اصلا کم. اگرم که خب حرفه‌ایه که خب حرفه‌ایه دیگه، یعنی مشخصه که بلده یه چیزی، بذار گزارشو بهش بده. درخواست تخفیف نکنید چون 99% مردم تخفیف میخواد از پیج ها و شما جز اون 1% اگر نباشید به چشمش خیلی میاد و سعی میکنه که در ازاش هواتون رو داشته باشه. پس درخواست تخفیف نکنید، احتمالش هست که بیاد و به شما گزارش و حالا اینسایت پیج رو بده، چه قبل تبلیغ شه بعد از تبلیغ. ولی یه چیزی که خیلی مهمه، با دقت اینو گوش بکن. پیج های بزرگ شاید برای همتون پیش اومده باشه که خب تعرفه بد نمیدن، تعرفه رو میدن گزارش رو بد نمیدن. شاید پیش اومده باشه، حتی به منم گهگاهی شده خب ندادم گزارش رو. دیگه اینجا با هیچ ترفندی تو نمیتونی، یعنی به طرف بگی برات پورش میخرم هم بهت گزارش رو نمیده. خب یه سری چیز امنیتیه. حالا قبلا که صحبت شده انقدر مشتری داره که اصلا به چشمش نمیاد اینجور داستانه، آره، ولی یه سری چیز امنیتیه. شاید فکر کنن شما یه نفوذی باشی از پیج رقیب که طبق اون بتونی پیجشو بزنید یا بتونید بعد اسمش کنید یا بتونید رو اون یه فتوشاپی انجام بدید که خب برام برند بد بشه. چون معمولا پیج بزرگ برندن، پیج بزرگ همشون مناطق مثلا سعادت آباد، تهران، پونک، مرکز شهر، سمت شمال تهران، تجریش دفتر دارن. یعنی یه پیج مثلا 2 میلیونی که داره محتوای عادی میذاره یا میبینی 8 نفر کارکن پرسنل داره، دفتر داره و براش بد میشه که اگر حالا کسی بخواد ازش سوء استفاده بکنه. به خاطر همین داستان برای اینکه سوء استفاده نشه یا اصلا استراتژی اون پیج اینه که کلا به شما گزارش نده. خب اینجا شما هر تکنیکی بزنین میان پرشن براش بخره، این کار براتون انجام نمیده. پس نباید 100% بگیم که هست راه گزارش گرفتن، ما نمیدونیم. نه، تو اگه همه چیزم بدونی این گارد طرف دیگه نمیخواد، من نمیخوام بهت گزارش بدم، میخوای چیکار کنی؟ برو یه جا دیگه تبلیغاتون بده. این مورد حواستون باشه که خودتون رو سرزنش نکنید که چرا بهتون تعرفه رو نمیدن. تنها تو نیستی، هزاران نفر دیگه هستن. چند تا مورد بالا باعث میشه که یه وجه تمایزی پیدا بکنی که درصد این که به شما گزارش بده بره بالاتر. پس اینم از این. هیچ موقع ناامید نشید اگر دیدید یه پیج بزرگی داره به شما جوری رفتار میکنه که نمیخواد خب گزارش بده. این استراتژیشه و میگم هر کاری بکنی با پیج کریستیانو رونالدو هم بهش دایرکت بدی میگه نه گزارش نمیده. و یه موضوع دیگه، آیا سایت ها موثرن؟ مثلا یه سری سایت ها هست که شما میرید آیدی اون پیج رو میزنید گزارش ازش میخواید، مثلا میگه که بهت نشون میده که این سایت چقدر بوده. جواب من دانیال اینه که بله موثرند، اما نه اونقدری که باید باشن. ممکنه که اون سایت دستکاری شده باشه، ممکنه که اون سایت تاریخ انقضاش گذشته باشه، ممکنه که اون سایت 1000 تا استراتژی کثیفی پشتش باشه و موردهای دیگه. اعتماد نکنید. اوکی برید از 4 تا سایت یه میانگینی بگیرید، میفهمی که حالا این پیج چند مرد حلاجه، ولی این که بخواید اتکا بکنید حالا من نه به این پیام نمیدم، زیر منتش نمیرم، میرم از سایت در میارم اشغال میکنم، نه همچین چیزی نیست. به سایت زیاد توجهی نکنید. پس به سایت زیاد توجه خاصی نداشته باشید. گزینه هاتون باشه ولی راه اصلیتون به هیچ عنوان نباشه، چون راه در رو زیاد داره سایت. اینم از این. و یه چیزی، یه راه بهت میگم، یه جایی تو مجبور میشی تبلیغ رو بدی، یه جایی تو مجبور میشی تبلیغ رو بدی. اصلا دیگه میبینی 30 تا پیج دایرکت دادی، 29 تاشو میان نمیدیم تعرفه رو، مجبوری تبلیغ رو بدی. میای تعرفه ریزها رو انتخاب میکنی. تعرفه ریزهایی که انتخاب کردی و مثلا 3 تا پیج 200,000 تومانی، این 3 تا پیج فالو میکنی و اشخاصی که از اون پیج تو رو فالو میکنن، حالا چه زیاد چه کم، و میری میزنی روشون، میبینی که آیا فالوور مشترک اون پیج هستن یا نه.
اگر بودن که خب با اون اکیپ همکاری بکن، چون معمولا وقتی تعرفه میخوای، خب جدیدا اینجوری شده مخصوصا پیج فکت، به یه پیج فکت دایرکت میدی برات 8 تا لیست میفرسته، میگه پکیج هم داریم. اگر خواستی اینجوری کار کنی قبلش اینو تست بکن. این واقعا نکته بود که خودم هم الان نمیدونستم، توضیح دادم به ذهنم اومد همچین آپشنی هم هست، یعنی میتونی همچین تریکی رو روشون بزنی که از 8 تا پیج یه دونه پیج طرف پایینه رو تست بکنی، اگه واقعی بود ببین که زیر منتش بری اصلا گزارش رو بگیری. خیلی نکته باحالی بود، گفتم امیدوارم که به کارتون بیاد و در کل میتونی کیفیت پیج رو متوجه بشید. و اما مورد مهم و مورد آخر، هر کسی که گزارش نمیده دلیل بر این نیست که موضوع امنیتی باشه، شاید واقعا یه مشکل داره. یعنی نذاریم روی که پیج مثلا کفتر بازان کردستان مثلا عراق تعرفه نمیره به خاطر مسائل امنیتی، نه اونجا کنار گوش ادمینه داره بمب هسته‌ای میزنه، مثلا به خاطر این داستانا نیست. این دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره. موضوع اینه که واقعا شاید یه جای کارش مشکل داره، پس هم نذارید بابت این که پای این بذارید که خب این به خاطر اینکه امنیتی موضوع یا مثلا خیلی ممکنه حرفه‌ای باشه یا برنده. نه، پیج کوچیک موظفن که این سایت بدن، اگر نمیدن مطمئن باش یه جا کارش میلنگه. تنها کاری که میتونید بکنید چیه؟ امیدوارم موفق باشید. سند، پاک، تموم، برو موفق باشید. فهمیدی؟ پس هر کسی که به تو این سایت نمیده دلیل نمیشه که پیج خفنی باشه. این مورد حواست باشه. یه جمع‌بندی میکنم و میریم سراغ فصل بعدی که باقی ساده بافی هستش. الزام هست که ما قبل از تبلیغات یا بعد از تبلیغات گزارش بگیریم، حقمونه. ولی اگر بخوایم تمام فکر و ذکرمون رو ببریم سمت این داستان که چون ما داریم هزینه میکنیم بیایم گزارش بگیریم، یا پیجی که به ما مثلا گزارش دادن پیج خوبی نیست و اصلا نمیخوایم و فلان و بیسار، باعث میشه یک سری دغدغه‌های ذهنی پیش بیاد تو ذهنت که تو رو از هدف اصلی که تبلیغات و فروختن این محصول هست دورت میکنه. اینو ازت میخوام که اوکی توجه داشته باش به اینکه گزارش بگیری، به اینکه اینسایت بگیری، ولی باور کن 70-80% فقط بنرتون. تو اگه بدترین پیج رو انتخاب کنی واسه تبلیغ ولی بنرت خوب باشه، باز تو فیدبک خوبی میگیری. یعنی میخوام بهت بگم این داستانی که این همه توضیح دادم فقط 5-10% موثره تو بازدهی گرفتن تو. مهم اون بنر است. این 5% مهمتر، 10% مهمتره رو نیا بکنش 50% تو ذهن خودت که باعث میشه عقب بمونی. اوکی گزارشگیری خیلی خوبه، عالیه، روتین کار، وظیفه‌شونه که بدن چون داری بهشون پول میدی، ولی نیا ارزششو بیش از حدی بکن که باعث بشه تبلیغات سلب کنی خودتو، باعث بشه متوقف کنی خودتو، باعث بشه از درآمد روزانت کم کنی که تبلیغات خب نداشته باشی طبیعتا همچین اتفاقی میفته و خب کمتر درآمد داری. همین، امیدوارم که موفق باشی و این دوتا موضوعی که من تو این ویدیو و ویدیو قبلی در رابطه باهاش صحبت کردم به کارت بیاد. باز میگم من دانیال مرادپور هستم، مدیر ایده پردازی و خلاقیت مجموعه تیم شویراد و علی صادق بافی. موفق باشید.